سلام و درود و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز کانال و روبکس خفن کانال. امروز اومدیم آموزش ورود به روبیلند با اکانت، یعنی میگه برو اکانت توی چیز درست کن. اسمش چی بود؟ مایکروسافت، یا اسمش اکانت ایکس باکسه. حالا اینشو شاید خودتون بدونید ولی اون یکیشو شاید ندونید. اول ما میریم توی گوگل، میایم اینجا، میریم توی روبیلند. حالا شما سرچ بکنید میاد واسهتون. اولین سایتی که میاره رو میزنید اینجا. بزن بریم توی سرور رو میزنید که آبیه این یه گزینه این پایینه. اینو میزنید شما رو میاره توی ماینکرافت. یکم وای میسید، پلی رو میزنید، دوباره میاید بیرون، میرید توی گوگل، بزن بریم توی سرور رو، شما رو میاره اینجا. میان قسمت سرورز، اینا کنار زرد داره، اینجا میاید پایین نوشته روبیلند واسه شما. الان اگه بخواید با اکانتی که اول گفتم اگه اونو داشته باشید باید با این برید تو این. ولی اگه اکانت نداشته باشید چی؟ شما میاد این خطه هست کنارش، این خطه، اینو میزنید شما رو میاره اینجا. الان اینجا دوباره اینو میزنید. وقتی اینو زدید این اوکی رو میزنید. این اوکیه رو میزنید. البته این نپالایی، این اوکیه. اینو میزنید و کم وای میسیم چرا نیاورد. و اگه واسهتون آوردش میاید اینجا قسمت این استیو الکس هستش، گزینه میاره با اون میرید. حالا اگه نیاوردم یه بار میاید بیرون، میاید دوباره اینجا، بزن بریم توی سرور رو میزنید، دوباره همین مراحل رو طی میکنید. یعنی اینجا اوکی رو میزنید. الان میاد روبیلند که اینجا اومد روش میزنیم و توی این قسمت باید وایسید 20 مگابایت میبره که شما رو ببره تو. بعدش یا من اکانت درست کردم، اکانت دارم، نمیخواد اونو بزنم. از من فقط رمز عبوری که خودم، یعنی که خودم رمز عبوری که خودم روش گذاشتم. مثلا شما دوست داشته باشید اسم خودتون مثلا یا مینویسید یک دو سه، ولی میاید اول مینویسه شماره بدون صفر اول، یعنی اون شماره که شما میخواید باهاش اکانت روبیلندتون رو درست بکنید رو اینجا وارد میکنید. پایینش مینویسه رمزی که قبلا ست کردید را وارد کنید. حالا هر رمزی که دوست دارید وارد میکنید. بعد این گزینه پایینش هست سفیده، اونو میزنید، میره یه جای دیگه که اونجا یه کد واسه شما میفرسته. اونجا باید کد رو بزنید و دوباره گزینه پایین هست اونو میزنید و میرید توی سرور. حالا من خودم رو میزنم، خودم رو نفهمی یا خودم رو بفهمید بدبخت میشم، باید عوض کنم دوباره. خیلی خوب، من کد رو زدم و اومد توی سرور چی و دیگه اگه واسه شما نیومد تو سرور، یا اینترنت ندارید یا اینترنتتون ضعیفه و هر جوری است باید اینترنت داشته باشید. ناخوبیه چرا رفتی اینجا الان واسه ما؟ و دیگه میتونید اینجور کارا رو بکنید. من یه چیز دیگه اینجا بهتون بگم. اینجا همیشه بدواردش آف هست، ولی یک روش دیگه هست که بتونید شما بدوارز بازی بکنید. درسته آفه ولی میتونید بازی بکنید.
حالا فعلا اونو توی یه ویدیو دیگه باستون میگم. میایم توی سروایویل، حالا هر کدوم که دوست داشتید بین اون سه تا. اینجا اینا مردم هستن و مایم و وسایلامونو نشونتون بدیم چقدر پول داریم. همین هست دیگه. البته این شاید به پولدار آجی 1 میلیون داده رفته این چندت گلدن اپل گاد اپل خریده. نخریدم، یعنی اینجا هست اومدیم توی این سروایویل. اینجا شما میاد این یه سروایویل دیگه هست. اینجا میتونید بقیه رو بکشید، ولی اون چجوری میتونید بکشید رو توی ویدیو دیگه واسهتون میگم. مثل سروایویل عادی نیست. و از اونجا یه پولداری بود، اونو انداخت زمین. منم توی 1 ثانیه رفتم اونو گرفتم و آوردم واسه خودم. این پولداره و اینم وسایلمونه دیگه. اینم مال خودم که نیست، ولی اینو خودم خریدم. اینم 150 کا دادم واسه 3 تا دایمند، ولی یه دونه داد بهم و دیگه نمیدونستم چیکار کنم. پولمو پس بده. یه دونه داد بهم دیگه. این هست، تیر هست، اینا الکی خریدم. و این بود از این ویدیو و تا ویدیو دیگه خداحافظ.